اهورامزدا رو سپاس. این زمینیه که ما روز اول کاریمون در اختیارمون قرار گرفت. فضایی تقریبا 2000 متریه. یه سالی هست که کاراش انجام نشده، پوشیده از علف هرز بوده و در کل محوطه خوبیه. خارج از اطراف هیچ مرغداری نداره، آلودگیش پایینه خدا رو شکر. آب دسترسیمون هم یه جوری آب چاه میشه، تصفیه خوبیه. فقط اینکه یه هفته باید کارهای تمیزکاری و پاکسازی انجام بشه. منطقه کاملا پر از تیغ، خیلی تمیز کردن اینا واقعا مشکله. اینجا انباریه که ما می‌خوایم اسکیل آزمایشیمون روش انجام بدیم، تعداد 1000 تایی، و ایشالا اگه جواب گرفتیم اون پایین تبدیلش کنیم به مرغداری بزرگ در تعداد بالا. خب بریم با هم داشته باشیم. اهورامزدا رو سپاس. این زمینیه که ما روز اول کاریمون در اختیارمون قرار گرفت. فضایی تقریبا 2000 متریه. یه سالی هست که کاراش انجام نشده، پوشیده از علف هرز بوده و در کل محوطه خوبیه. خارج از اطراف هیچ مرغداری نداره، آلودگیش پایینه خدا رو شکر. آب دسترسیمون هم یه جوری آب چاه میشه، تصفیه خوبیه. فقط اینکه یه هفته باید کارهای تمیزکاری و پاکسازی انجام بشه. منطقه کاملا پر از تیغ، خیلی تمیز کردن اینا واقعا مشکله. اینجا انباریه که ما می‌خوایم اسکیل آزمایشیمون روش انجام بدیم. اهورامزدا رو سپاس. اینجا دقیقاً یک هفته بعد ما شروع کردیم کامل تمیزکاری کف و درخت‌ها رو هرس کردیم و خدا رو شکر محیط اونجوری که دوست داشتیم شده و خدا رو شکر هم خوب تمیز شده. حالا ما باید جوجه ها رو یواش یواش سفارش بدیم. این انبار بزرگه رو اول نمیخوایم جوجه بریزیم، یه مساحت کوچیک‌تری، چون هوا الان رو به سردیه. جوجه رو روز اول میذاریم اونجا که بتونیم دما رو به 34 درجه برسونیم. انبار همون پایین پله هاست، یه انبار تقریبا 50-60 متریه. برای روز اول انبار عالیه و این مناطق کاملا همون جایی بود که پوشیده از تیغ شده بود و کاملا